سلام امروز اومدیم با یه مدل شینیون جدید و خیلی ساده و سریع که اسم این شینیون پفکی هست. اول از همه موها رو پایین سر جمع میکنیم و با کش قیتونی و گیره میبندیمش. بعدش نگاه میکنیم به حجم مو. اگه میبینیم حجم مو زیاده به تعدادهای زیادی تقسیم میکنیم تا پفکیامون زیاد بشه. اگه دیدید حجم مو کمه تعداد کمی بردارید که پفکیاتون ریز نشه، اصلا شبیه پفک نده. پس من چون کله مانکنم موهاش پرپشته باید تعداد زیادی بردارم، اما چون میخواستم ویدیو رو سریع براتون بذارم که حوصله سربر براتون نباشه و اینا تعدادای کمی برداشتم، یعنی تقسیم بندی کمی کردم که سریع تموم باشه. برای همین منم 3 تا قسمت جدا کردم که سریع تموم باشه. خب حالا اول میایم تعدادایی که جدا کردیم و از اولی شروع میکنیم، یه پیش میدیم تا آخر. بعدش یک یه تار مو رو از پایین میگیریم و بقیه رو به بالا میبریم، میکشونیم که جمع بشه. وقتی جمع شد همون شکلی که هست میذاریم روی مو یا همون روی سر کله مانکن مشتری، هر کسی که هست. همه رو همینجوری پشت سر هم روی هم دیگه میذاریمشون و با لاینر نگهشون میداریم و بعدش هم با گیره فیکسشون میکنید و اینا. همین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. زنگوله بالا حتما فعال کنید، اون قلب پایینم قرمزش کنید. نظراتتون حتما برای من بنویسید، حتما میخونمشون. مرسی که هستین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.